خب دوستان، همونطور که میدونید زنگ ورزش جزء مهمترین درسای زندگیتونه. آقا این کجا به دردمون میخوره؟ خب جایی که به درد میخوره دیگه. بریم سراغ درس امروز. بابا اینا رو ولش کن، یه توپ بده بازی کنیم. اتفاقا درس امروز توپتون میکنه. ما امروز یاد میگیریم که چجوری گنجایش نفسمون رو افزایش بدیم. یعنی قراره بدویم آقا؟ نه بابا، سگ حال داره بدوه. میخوایم سرمون رو بکنیم زیر آب؟ چیزایی میگی یا آخه سگ حال داره سرشو بکنه زیر آب؟ پس چجوری میخوایم گنجایش نفسمون رو زیاد کنیم؟ قلیون آقایون، یکی از بهترین راههای افزایش تنفس کشیدن قلیونه. آخ جون، بالاخره ورزش مورد علاقه‌مو پیدا کردم. اگر خوب تلاش کنید جلسه بعد میخوام بهتون یاد بدم که چجوری از دهنتون حلقه بدید. یا الله، هر کی بتونه قلیون رو سریعتر شاخ کنه بهش نمره مثبت میدم. دارین چیکار میکنید شماها؟ نمیبینی دارم بهشون درس میدم. مطالعات من میگه که این سبک درس دادن اصلا درست نیست. خب مشکلش چیه؟ باید به جای پرتقال خامه واسهشون 2 سیب نعنا میذاشتی.